امروز اومدم شما رو با یک راز آشنا کنم که میدونم از شنیدنش شگفت زده میشی. تا حالا شده وسط شب بی دلیل از خواب بیدار شی و حس کنی یه چیزی توی هوا جریان داره؟ شاید فکر کنی این اتفاق عادیه، ولی حقیقت اینه که این ساعت یه راز بزرگ رو در خودش داره، رازی که دیسپنزا اون رو کشف کرد و افراد خاصی ازش با اطلاع هستن. اگه بخوای بدونی که این ساعت چرا اینقدر قدرتمنده، هرگز نمیخوابیدی. پس این زمان یک زمان جادوییه. اینجا یه راز عمیق وجود داره که دکتر جو دیسپنزا در موردش صحبت کرده. زمانی که میتونه زندگی تو رو تغییر بده. بریم که با یک لایک این مطلب رو کشف کنیم. فقط قبلش توی کامنت ها بنویس من آمادم تا بتونی با انرژی کائنات همسو بشی. اگه بین ساعت 3 تا 5 صبح از خواب بیدار میشی، این 3 کار رو باید انجام بدی که آخریش از همه مهمتره. حتما برات پیش اومده که بدون هیچ دلیل خاصی یه دفعه از خواب بیدار میشی. احساس میکنی یه چیزی درست نیست، یه چیزی درست کار نمیکنه. در این لحظه مغز تو در امواج تتا قرار داره، یعنی توی عمیق ترین مرحله ارتباط با ناخودآگاه. خیلیا میگن این لحظه میتونه پیام‌های مهمی رو از طرف کائنات یا حتی فرشته ها باشه. یه سری از افراد میگن که موقع بیدار شدن از خواب یه احساس عجیب از حضور کسی در کنار خودشون دارن. بعضی ها این رو انرژی سرگردان میدونن یا انرژی شیطانی، در صورتی که اینطور نیست. این انرژیه که اگه تو بتونی ازش درست استفاده کنی تو رو تبدیل به یک ابر انسان میکنه. خیلی از اساتید قانون جذب معتقدن که این ساعت بهترین زمان برای دریافت الهامات و برنامه‌ریزی ذهنیه، چون در این لحظه بین خواب و بیداری هستی و ناخودآگاه تو آماده دریافت پیام‌ها و ایده‌های جدیده. پس این زمان رازآلود، زمانی که جهان ساکته بدون که تو با بقیه فرق میکنی. بیدار شدن در این ساعت یک هدیه بسیار بزرگی از طرف خدا و کائناته. تو در این ساعت میتونی زندگی خودت رو تغییر بدی. ساعت پیش از طلوع خورشید قدرت تغییر رو در زندگی تو ایجاد میکنه. اینجا کانال انتشار نور و آگاهیه. به این ویدیو خوش اومدی. توی این زمان باید 3 کار رو انجام بدی. اما قبلش بیاین با همدیگه بررسی کنیم که چرا این ساعت یک ساعت خاص و شگفت انگیزه. بین ساعت 3 تا 5 صبح مغز شما در وضعیت منحصر به فردیه، یعنی در وضعیتی که به ناخودآگاه متصله و آماده و خلاقه، مثل یک صفحه سفید نقاشی که آماده هست که شما روی اون رویاهاتون رو نقاشی کنید و بعضی از عادتها و تلاش کردن برای اون که بتونی در ساعت 3 تا 5 صبح بیدار بشی میتونه شروعی برای تغییرات بزرگی باشه. آیا آماده ای که از منطقه امن خودت خارج بشی و برای یک زندگی جدید اقدام کنی؟ کارهایی رو انجام بده که دیگرون از انجامش ناتوان هستن تا بعداً کارهایی رو بتونی انجام بدی که دیگرون از انجام اون ناتوانن. اولین کاری که انجام میدی مدیتیشن یا مراقبه هست. مدیتیشن به این معنا نیستش که یه گوشه بشینیم و به چیزی فکر کنیم یا چشمامون رو ببندیم و تلاش کنیم که اون چیزی رو که میخوایم به دست بیاریم. منظور ما نوع خاصی از مدیتیشنه که مغز ما رو تنظیم میکنه و انرژی ما رو تغییر میده. آماده ای برای شروع مدیتیشن؟ پس در جایی ساکت و آروم بنشین و دم و بازدم عمیق و آگاهانه داشته باش. پس یک دم عمیق بگیر و با یک بازدم عمیق تمام آلودگی ها و انسدادهای خودت رو به سمت بیرون هدایت کن و احساس کن که تمام آلودگی ها از بدن تو دور میشه. با دم بعدی
احساس کن که یک نور طلایی، نوری که در حال درخشیدنه، وارد بدن تو میشه و تمام بدن تو رو درگیر میکنه. این نور وارد ریه تو، دستها و تمام چاکراهای تو میشه. این انرژی ناب و درخشان زمانی که احساس میکنی به قلب تو وارد میشه، میتونی آینده خودت رو تجسم کنی. خودت رو حس کن در وضعیتی که دوست داری، وضعیتی که میخوای زندگی کنی. پس زندگی رو که دوست داری در این زمان زندگی کن و اجازه بده تمام این احساسات مثل یک موج تمام بدن تو رو درگیر کنه. پس نکته مهم اینجاست که وقتی این احساسات رو در درون خودت داری و آیندت رو تجسم میکنی و خودت رو در حال زندگی کردن در اون زندگی میبینی، احساس شادی رو هم بهش اضافه کن. مثلا احساس کن که داری از موفقیت خودت برای دیگرون صحبت میکنی و دیگرون دارن از تو تعریف و تمجید میکنن. یا احساس کن که در سلامت کامل هستی و خدا رو داری برای این سلامتی شکرگزاری میکنی. یا در کنار خانواده خودت هستی و یک خانواده شاد و خوشحال داری. یک روش جالب رو میخوام بهت بگم. به این تصویر نگاه کن. با دقت نگاه کن. بعد چشمهای خودت رو ببند. ببین میتونی تجسمش کنی. دوباره این تصویر رو نگه دار. دقیق اون رو ببین. باز چشمهای خودت رو ببند. ببین چقدر تونستی تجسمش کنی. با تکرار و تمرین مداوم میتونی تصویرها رو برای خودت بسازی. چون خیلیا میگن که ما نمیتونیم تصویرسازی در ذهنمون انجام بدیم. این کاریه که خودم مداوم اون رو انجام میدادم. حتی میتونی از نور شمع هم برای این کار استفاده کنی. یعنی شمعی رو روشن کن، حدود 1 دقیقه به نور شمع نگاه کن، ببین میتونی اون رو تجسم کنی. تجسم سازی میتونه به خلق رؤیاهات کمک کنه. وقتی فرکانس تو با فرکانس آرزوهات هماهنگ باشه، چیزهای شگفت انگیز رو به سمت خودت جذب میکنی. اینها تماماً واقعیته. واقعیتی که افراد زیادی برای رسیدن به آرزوهای خودشون از این روش‌ها استفاده کردن. اینها علم فیزیک کوانتومه که همه چیز یک انرژیه. وقتی وارد میدان کوانتومی میشی و انرژی تو با انرژی خواستت همراستا و همسو میشه، رؤیاهات رو میتونی خلق کنی. سعی کنید مدیتیشن رو به صورت نشسته انجام بدید. چون بهترین زمان برای انجام مدیتیشن بین ساعت 3 تا 5 صبح هست. چون در این زمان مرز بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه شما نازک میشه و ذهن ناخودآگاه شما برنامه‌ریزی روزانه خودش رو فراموش کرده. چون مغز تو هنوز در حالت امواج عمیقه که با آرامش در ارتباطه. زمانی که ناخودآگاه برنامه روزانه خودش رو فراموش کرده، تو میتونی با یک برنامه‌ریزی جدید ذهنت رو برنامه‌ریزی کنی. ولی بدون که این کار رو باید مداوم انجام بدی. پس سعی کن مدیتیشن رو در کارهای روزانه خودت قرار بدی. مخصوصاً در ساعت 3 تا 5 صبح. زمانی که انرژی اون خیلی شبیه مولکول‌های هواست و به انرژی برهما مهورتا معروفه. حاله دوم رو میخوام برات بگم. سعی کن حرکات کششی رو انجام بدی. حرکات کششی ساده. یا میتونی حرکات یوگا رو انجام بدی. نکته‌ای رو که میخوام اینجا برات بگم اینه که وقتی این حرکات رو انجام میدی، احساس کن پای تو به زمین ارتباط داره و احساس کن که انرژی های ناب زمین از طریق پاهای تو وارد بدنت میشه. میتونی احساس کنی که این انرژی ناب زمین وارد چاکراهای تو میشه و چاکراهای تو رو از آلودگی ها و انسدادها پاک میکنه. احساس کن که این انرژی وارد چاکراه 1 تو
یا چاکراه ریشه میشه، اون رو پاکسازی میکنه، بعد وارد چاکراه دوئتو میشه و آلودگی های این چاکراه رو هم پاکسازی میکنه، بعد وارد چاکراه سه‌تو، از اونجا وارد چاکراه قلبت تا چاکراه تاجی. حالت درخت در یوگا خیلی معروفه و بیشتر یوگی ها این رو انجام میدن، چون تمرکز بین ذهن، جسم و حرکات کششی باعث میشه که در مغزتون انرژی اندروفین آزاد بشه که باعث خوشحالی میشه. ما بیشتر مواقع توی افکارمون غرقیم، درگیر گذشته هستیم. این زمان فرصتیه که به گذشته خودت فکر نکنی و در حال زندگی کنی. دوست خوب من، خلق کردن فقط فکر کردن نیست. بدن و ذهن روح تو باید همراستا باشه تا بتونی چیزهایی رو به سمت خودت جذب کنی، چیزهایی که میخوای، و تو باید به جهان سیگنال مثبت بفرستی. مرحله سوم که گفتم از همش مهمتره اینه که در صبح یادگیری زیاده. مغز تو مثل یک عضله هست. یک عضله با تمرین فعال میشه. یک موضوعی رو که علاقه‌مند هستی و تو رو به هیجان میاره و براش انگیزه داری، مطالعه کن. تو این زمان ایده های جذاب و نو خیلی راحت وارد ذهنت میشه. به موضوعهایی که علاقه‌مند هستی میتونی اونها رو مطالعه کنی و در آخر کار اونها رو تکرار و تمرین داشته باشی. وقتی در این ساعت بیدار میشی سعی کن برای خودت یک هدف داشته باشی، نه اینکه موبایلت رو چک کنی یا وارد شبکه‌های اجتماعی بشی. سعی کنید روزتون رو با هدف شروع کنید، چون این زمان سطح انرژی شما رو فوق‌العاده بالا میبره. مغز واقعاً در این ساعت آمادگی یادگیری رو داره. سکوت صبح بهترین زمان برای یادگیریه. این 3 کار رو انجام بده و تأثیرات شگفت‌انگیزش رو ببین و بدون که در آخر کارگردانی همه چیز به دست خداونده. ممنون میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. کانال ما رو به دیگران معرفی کنید و اون رو سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای بعدی رو ببینید. ممنون از همراهیتون. دوستتون دارم.